بچه ها سلام. با یه قسمت دیگه از دوره روانشناسی فوتبال در خدمت شما هستم. توی این قسمت در مورد اعتماد به نفس قراره باهاتون صحبت بکنم. اعتماد به نفس یکی از مهمترین فاکتورهای فوتبالیستای نخبه است. حتما بارها و بارها دیدید یا خیلی مواقع شاید حتی حسادت کردید به اینکه یه سری بازیکن‌ها هستن داخل زمین خیلی راحت فوتبال بازی میکنن، توی فشار به راحتی میتونن انتخاب بکنن، به راحتی میتونن پاس بدن، عملکردشون رو عالی انجام بدن بدون اینکه بترسن. یا وقتی که کل استادیوم پر از تماشاچیه، اینا هیچ وقت استرس نمیگیرن. البته که میگیرن، چون تو فصل استرس میخوام بهتون بگم استرس چجوریه و چه انواعی داره، اما انگار اون استرسه تأثیر منفی روشون نمیذاره. اینجاست که ما متوجه میشیم از رفتار اون بازیکن‌ها، از نوع بازیشون، حتی از میمیک چهره، زبان بدنشون کاملا پیداست که به خودشون و توانمندیاشون باور دارن. پس اول با هم بریم سراغ این مسئله که اعتماد به نفس چیه. من خیلی جاها دیدم اعتماد به نفس رو یه چیز فوق‌العاده تعریف میکنن. یعنی میگن که اگر آدم یه کار بی‌نظیر و فوق‌العاده بکنه یعنی اعتماد به نفس بالایی داره. نه، این غلطه بچه‌ها. این رو خوب دقت کنید. اعتماد به نفس انجام یک کار فوق‌العاده نیست. اعتماد به نفس یعنی این که من دقیقاً میدونم چه کاری رو میتونم انجام بدم. ببین به این تعریف خوب دقت کنید. من دقیقاً میدونم چه کاری رو میتونم انجام بدم. مثلا من میدونم که توانایی پریدن 3 متر رو دارم. اگر در باوری که توی ذهنم نسبت به خودم دارم بگم من 2 متر بیشتر نمیتونم بپرم، اینجا اعتماد به نفس من پایینه. اگر هم بیام و بگم که توی ذهن خودم این استنباط رو داشته باشم که من 5 متر میپرم، این اعتماد به نفس زیادیه. پس ما همین الان فهمیدیم ما 3 نوع اعتماد به نفس داریم. اعتماد به نفس ضعیف، پایین تر از توانایی های فرده. اعتماد به نفس کاذب که بالاتر از توانایی های فرده. و این وسط یه اعتماد به نفس مطلوب داریم که بهترین نوع اعتماد به نفسه و فوتبالیست توی هر سنی که هست، توی هر سطحی که هست، باید این اعتماد به نفس مطلوبش رو پیدا بکنه و باهاش جلو بره. خب بچه‌ها، حالا با هم دیگه یه جمع‌بندی کنیم در مورد تعریف اعتماد به نفس. اعتماد به نفس یعنی این که من باور دارم چه کارهایی رو بلدم انجام بدم، نه اینکه چه کارهای خارق‌العاده‌ای که از دستم بر نمیاد و برم انجام بدم. اونا توهماته، اونا خیالاته، اونا میتونه آسیب‌های جدی به شما وارد بکنه. اما وقتی من باور دارم که به عنوان یک دفاع وسط میتونم دفع توپ خوب داشته باشم، به عنوان یک هافبک مرکزی میتونم پاسهای خوب و سالمی بدم، به عنوان یک مهاجم میتونم ضربه آخر خوب بزنم، به عنوان یک وینگر، به عنوان یک دروازه‌بان اون تکنیکایی که لازم هست رو میتونم اجرا بکنم. اینجاست که ما متوجه میشیم اعتماد به نفس یعنی باور به توانمندی‌های خودم. حالا بچه‌ها این توانمندی‌ها کجاست؟ چه شکلیه؟ ما چطوری باید باهاش آشنا بشیم؟ توی همین قسمت بهتون یاد میدم که این توانمندیاتون رو چطوری دسته‌بندی کنید، چطوری بشناسیدشون، اونایی که برای شما میتونن موفقیت آفرین باشن رو پیدا بکنید و توسعهشون بدید.
بچه‌ها اعتماد به نفس موفقیت میاره. در واقع شما هرچی انسان موفق، هرچی فوتبالیست موفق میبینید، کاملا اعتماد به نفس، خودباوری، اینکه توانمندیاشون رو به بهترین شکل دارن استفاده میکنن رو میتونید توشون ببینید و کشف کنید. این بازیکن‌ها شاید انواع و اقسام توانمندی‌های فوق‌العاده زیادی رو هم نداشته باشن، اما 2-3 تا توانمندی دارن که ازشون به بهترین شکل استفاده میکنن. مثلا احسان حاج صفی، به نظر من توی فوتبال ایران چندین سال توی تیم ملی بودن خیلی خیلی سخته، اما چی باعث میشه که احسان حاج صفی نسبت به بقیه هافبک هایی که توی پست خودش هستن همیشه فیکس بوده و تونسته کاپیتان تیم ملی هم باشه؟ مشخصه چند تا توانمندی داره تو کار دفاعی، تو کار پاس دادن، تو کار درگیر شدن و از همه مهمتر خود تنظیمی هیجانی داره، یعنی میتونه خودشو و هیجاناتشو کنترل بکنه. همه اینها منجر به تجربه شده. تجربه رکن اصلی اعتماد به نفسه. یعنی منی که الان اینجا جلوی شما ایستادم، اعتماد به نفس صحبت کردن و ارائه اون چه که دانش ناچیزم هست رو دارم. اعتماد به نفس مربیگری کردن دارم. اعتماد به نفس بازی کردن دارم. چرا؟ چون بارها تجربهش کردم. ولی اعتماد به نفس خلبانی ندارم. اعتماد به نفس شنا کردن ندارم. یا اعتماد به نفس یه سری کارهایی که هیچ وقت تجربهشون رو نداشتم رو ندارم. پس اینجا باید متوجه بشیم که اعتماد به نفس بسیار به تجربه وابسته است. این تجربه توی فوتبال چطوری به دست میاد؟ اول از همه تمرینه. تمرین تمرین تمرین. هرچی شما تکرار داشته باشید، حالا میخواد یک حرکت بدنی باشه، یک حرکت تکنیکی باشه، یا حتی همین دوره روانشناسی خودمون که توش تمرینات ذهنی رو دارم بهتون میگم، هرچی تکرار داشته باشید، این تکرار شما رو به بالیدگی توی اون حرکت میرسونه، یا اصطلاحاً بهش میگیم رسیدن به مرحله خودکاری. یعنی چی؟ خودکاری کجا تو فوتبال به دردمون میخوره؟ دیدید یه سری بازیکن‌ها بدون فکر کردن، بدون اینکه نگاه بکنن و زمان رو بکشن بازی میکنن؟ اینا بازیکنایی هستن که به مرحله خودکاری رسیدن. حالا شاید شما بگید آقا یعنی میشه بی فکر بازی کرد؟ نه، منظورم از فکر کردن اینجا اون بخشیه که شما توپو میگیری، بعد یه نگاه میندازی، بعد پردازش میکنی، تصمیم میگیری اجرا کنی. خب مشخصه اینجا میان و توپ تو رو ازت میگیرن. منظور اینه که از قبل اینکه توپ به شما برسه تکنیک رو انتخاب کردی. از قبل اینکه شما توی یک پوزیشن جدید یا توی یک فضای جدید قرار بگیرید تصمیم درستی رو گرفتید که با چه سرعتی، با چه زمانبندی جلو برید. این فقط به خاطر اینه که تکرار و تکرار صورت گرفته، یعنی تجربه اون بازیکن بالا رفته. گاهی اوقات شما مثلا ژاوی، اینیستا، مسی، رونالدو، این بازیکنای بزرگ رو میبینید چطور آخه دید اونجا پاس داد، یا مثلا کریم بنزما رو میبینید میگه چطور ندید و اون گل رو زد. بچه‌ها اینها محصول تجربه است. تجربه با تمرین زیاد و هوشمندانه به دست میاد. میخوام یه فلش بک بزنیم به 1-2 قسمت قبلی که در مورد هدف گزینی براتون صحبت کردم. یادتون هست اونجا تو بحث هدف گزینی چقدر اشاره به اهداف درست و قابل دستیابی داشتم؟ اعتماد به نفس گره خورده به همون هدف گزینی. یعنی همونقدر که اعتماد به نفس با تجربه و تمرین بالا میره، اگر اهداف شما، تمرینات شما درست نباشه، مطمئن باشید اون اعتماد به نفس روزی که باید تو مسابقه به دردتون بخوره شما رو در واقع
پایین و زمین میزنه. پس اهداف درست، تمرینات درست، تلاش درست، اینها منجر میشه که شما اجرای بهتری در دقایق مختلف بازی داشته باشید که شما رو آروم آروم به سطوحی بالاتری از اعتماد به نفس هدایت میکنه. گفتیم که 3 نوع اعتماد به نفس داریم: اعتماد به نفس ضعیف، اعتماد به نفس مطلوب، اعتماد به نفس کاذب. این 3 تا یعنی چی؟ یه سری بازیکن‌ها هستن بچه‌ها که توانمندی‌های خودشون رو خیلی خوب نمیشناسن. از همه مهمتر وقتی میخوان برن توی زمین فوتبال بازی بکنن، بیشتر از اون چه که به خودشون و توانمندیاشون فکر کنن، به این فکر میکنن که چه حریف سرعتی داره. اوه، شماره 6شون چقدر قد بلنده. شنیدم این بازیکن ملی پوشه. شنیدم این دروازه‌بانشون خیلی شوتگیر خوبیه. اینجا شما دارید چیکار میکنید؟ دارید خودتون و توانمندیاتون رو نابود میکنید، اعتماد به نفستون پایینه و قطعا اگر برید داخل زمین اتفاق خوبی براتون نخواهد افتاد، چون شما قبلا توی ذهنتون باختید و رفتید تو زمین. اما هر چقدر به توانمندی‌های خودتون برسید، یعنی هر چقدر به این باور داشته باشید که من الان باید کار خودم بکنم، برام مهم نباشه این بازیکن ملی پوشه، این حریف سرعتیه، این حریف قدرتیه، توانمندی‌های من چی هست؟ زمانی که توپ داریم، زمانی که توپ نداریم، زمانی که یک در مقابل یک هستیم، زمانی که باید پوشش برم، زمانی که باید سرعت بدم به بازی. اینها باعث میشه که شما حالا تمرکز کنید روی عملکردتون و بعد اتفاق بهتری براتون بیفته. اگه دقت کنید تو همین قسمت چند تا مهارت دیگر رو بهتون گفتم: استرس، هدف گزینی و الان تمرکز. در مورد تمرکزم خیلی جدی باید صحبت بکنیم، چون یکی از راه‌های تقویت اعتماد به نفسم تمرکز و تمرینات تمرکز. پس بازیکنی که اعتماد به نفس ضعیف داره باید سعی کنه این اعتماد به نفسش رو افزایش بده، بیاره بالا. چطوری؟ توی این قسمت داریم بهتون یاد بدیم، تمریناتی هم بهتون میدیم که انجام بدید. ولی باز اگر نیاز دارید که حرفه‌ای‌تر جلو برید، میتونید با ما ارتباط بگیرید، مخصوصا با خود من، و این دوره ها رو به صورت حرفه‌ای‌تر و خصوصی‌تر بهتون یاد بدم. چون ممکنه دلایل زیادی وجود داشته باشه که همش هم مربوط به داخل زمین نیست. مثلا دلایلی که در مورد خانواده هست، دلایلی که در مورد فشارهای بیرونی و خیلی نکات دیگه هست، باعث شده که اعتماد به نفس شما پایین بیاد. اعتماد به نفس مطلوب یعنی این بازیکن دقیقاً از توانمندیاش باخبره و میدونه که میتونه اجرای موفقیت آمیز داشته باشه. همچین بازیکنی باید بدونه که اعتماد به نفسش ممکنه بالا پایین بشه، یعنی ول نکنه. اگه یه بازی خوبه، 2 بازی خوبه، 3 بازی خوبه، از بازی 4م 5م دیگه فکر نکنه که خب من دیگه اعتماد به نفسم خوبه و ترس ندارم و برم بازی کنم. نه، اینجا ممکنه تمرکزش از دست بده، اینجا ممکنه که 2 تا اجرای اشتباه داشته باشه، خراب بکنه، روش فشار روانی بیاد، مربی سرش داد بزنه یا تماشاچی‌ها هوش کنن، حالا دیگه اعتماد به نفس سریع میاد پایین. پس چی شد؟ اعتماد به نفس اینجوری نیستش که خب آقا من الان اعتماد به نفس دارم دیگه تموم شد. نه، این هی سطحش بالا پایین میشه با ذهنیت شما، با اینکه چقدر آمادگی روانی دارید تمرکز کنید روی تکالیفتون، روی برنامه‌هاتون، روی نوع عملکرد بازیتون. توی اون لحظه خاص اعتماد به نفس شما هم میتونه تنظیم بشه. اعتماد به نفس کاذب، آخ آخ آخ، نمیدونید چقدر بازیکن داریم که به من مراجعه میکنن یا توی تمرینات میبینمشون یا توی تستگیری‌های مختلف باهاشون سر و کله میزنم و متوجه میشم که این بازیکن‌ها تو توهمات و خیالات خودشون بهترین بازیکن دنیا، احساس میکنن که ما تواناییمون خیلی بالاست.
بله آقا من میتونم بازی کنم، من از اون بهترم، چرا اون بازیکن اینطوریه پس منم میتونم باشم. این بازیکن‌ها توانمندی‌های خودشون رو نه تنها نمیشناسن بلکه اضافه بر سازمان یه سری توانمندی‌های دیگر رو به خودشون نسبت میدن. بعد وقتی میرن توی زمین، وقتی تو اون لحظه قرار میگیرن خرابم میکنن یا نمیتونن اون کار انجام بدن، شروع میکنن به غر زدن، به زمین و زمان گیر میدن، تقصیر رو به گردن همه میندازن جز خودشون. اعتماد به نفس کاذب یعنی من فوتبالیست فکر میکنم که اینجا توانمندی هام بالاتره. یعنی اگر من الان تو دسته دو دارم بازی میکنم، حقم تو لیگ برتر بازی کنم. بازیکنی که سطحش دسته دوه باید توی دسته دو بازی کنه، موفقیت رو اونجا لمس کنه، یادگیری، تجربه، تکرار براش اتفاق بیفته، بعد بیاد توی لیگ برتر یا حتی دسته یک. ایناست که باعث میشه اون فوتبالیست به خاطر اینکه خودشو نمیشناسه استعدادشو تباه کنه. جمله آخرم، خیلی موقع‌ها ممکنه شما استعدادتون از بازیکنایی که دارن بازی میکنن بالاتر باشه، ولی آیا آماده ترم هستید؟ ممکنه من استعداد زیادی داشته باشم ولی اون بازیکن که حتی استعدادش از من کمتره آمادگی بالاتری داشته باشه. این دوتا رو حواستون باشه، توی فصل آخر بهش میپردازم. تجربه و تکرار و تمرین اینها باعث میشه که شما اعتماد به نفستون افزایش پیدا کنه. مثلا اگر شما تجربه بازی کردن توی یک ورزشگاه پرتماشاگر رو برای اولین بار داشته باشید، طبیعیه که اعتماد به نفستون کمی بیاد پایین‌تر. ولی وقتی بعد از اون بازی اجرایی رو دارید که توی اون اجرا تونستید به خودتون بقبولونید که پس میتونید دوباره توی اون ورزشگاه بازی کنید، از بازی دوم و سوم و چهارم به بعد شما دیگه اعتماد به نفس بازی کردن رو دارید. اینو بهش میگیم تجربه. فراموش نکنید خیلی‌ها هستن میان به من میگن که ما 20 سالمون رو می‌خوایم فوتبال رو شروع کنیم. بعد بهشون میگم تجربه بازی دارید؟ میگن نه، ولی مطمئنیم که میتونیم فوتبالمون رو شروع کنیم و بهترین بازیکن ایران و دنیا بشیم. باور کنید اینا رو از من پرسیدن بچه‌ها. اینها به من مراجعه کردن و گفتن. اینجا اون اعتماد به نفس کاذبه، اون عدم خودشناسی است که تو بخش بعدی همین قسمت میخوام بهش بپردازم. راه‌های تقویت اعتماد به نفس پس یکی شد تجربه و تکرار و تمرین. دومی هدف گزینیه. شما وقتی اهداف درست داشته باشید اصلا این باور رو به خودت میدی هر روز صبح که از خواب بیدار میشی من برای یک معنا، برای یک هدف، برای یک مقصدی باید حرکت بکنم. خود این حرکته که امروزم رو من مفید زندگی میکنم به من اعتماد این رو میده که به موفقیت دارم نزدیک میشم. هدف گزینی رو بهش پرداختیم. خودگویی، چیزی که توی قسمت قبلی گفتیم. چقدر خوبه که ما با خودمون چطوری میخوایم صحبت بکنیم توی تمرین، توی بازی، زمانی که تو فشاریم، زمانی که تو استرسیم. خودگویی یعنی اون چیزهایی که در درون خودم دارم با خودم صحبت میکنم. بعضی بازیکن‌ها خودشون اعتماد به نفس خودشون رو تخریب میکنن. چطوری؟ به این شکل که دائما دارن خودشون رو سرزنش میکنن، دائما دارن تو ذهن خودشون با خودشون بد صحبت میکنن. بی ارزه تو نمیتونی، ببین چرا خراب کردی، دیگه مربی دوست نداره، اینجا دیگه قطعا تو خط میخوری، وای مربی اینجوری داد زد آبروت رفت. همش منفیه. معلومه که از تو نباید رفتار با اعتماد به نفس برای موفقیت سر بزنه. شما یه رفیقی دارید که اون رفیقتون وقتی خراب میکنه، وقتی گند میزنه، میرید کنارش و بهش حس همدلی میدید، حمایتش میکنید، میگید اب نداره، میتونی، دوباره من کنارتم، یا هر چیز دیگه ای که وجود داره. خب ولی حالا وقتی خودت خراب میکنی باید اون رفیق خوبه خودت بشی، ولی شروع میکنی با خودت بد صحبت میکنی. یعنی حتی با خودت به اندازه اون رفیقت هم محترم و مؤدب و اون حمایت رو نداری. مشخصه تو اگر خودرویی رو بلد نباشی اعتماد به نفس رو تخریب میکنی.
به قسمت‌های قبلی برگرد و خوب اون تمرینات رو انجام بده. مورد بعدی تصویرسازی ذهنیه. یادتونه توی قسمت‌های قبلی تمرینات تصویرسازی ذهنی رو بهتون دادم؟ این تصاویر ذهنی که شما توی مغز خودت ایجاد می‌کنی باعث میشه که تمام بدن تو فردا توی زمین یا توی همون لحظاتی که قراره بری اجرایی داشته باشی یاری کنه و تو موفقیت آمیز کار کنی. اگر تو قرار باشه توی ذهنت دائما خراب کنی، توی ذهنت بترسی، توی ذهنت داغون بشی، مشخصه که فوتبالت هم به همون شکل خواهد بود. در مورد تصویرسازی ذهنی همینقدر بگم که حتی اگر شما توی بازی امروز که مثلا صبح انجام دادی یه سری حرکت‌های اشتباه کردی، تاکتیک رو اشتباه اجرا کردی، تکنیک رو اشتباه اجرا کردی، شب باید بری بهش فکر کنی. باید توی ذهنت حالا تصوری داشته باشی که اشکال من چی بود که اونجا 1-1 و دریبل خوردم، اشکال من چی بود که اونجا مربی سرم داد زد و گفت چرا جمع شدی، باید باز بشی، اشکال من چی بود. اینا رو یا باید از مربیت بپرسی یا باید خودت بری تحقیق بکنی یا توی ذهنت چون قبلا تمرین کردی بیای بازسازی کنی. خب مثلا من اونجایی که پاس اشتباه دادم به خاطر این بود که آگاهی نگرفتم. خب توی تصویرسازی ذهنی همون لحظه‌ای که خراب کردی رو دوباره تصور کن، تو همون موقعیت قرار بگیر، حالا آگاهی بگیر. این میشه بازسازی صحنه‌هایی از بازی که تو خراب کردی، ولی حالا به مغزت، به ذهنت این رو میسپاری که در موقعیت مشابه اگر فردا تو تمرین، فردا تو بازی این اتفاق افتاد، بدن من آماده اجرای بهتری. قبل از اینکه بریم سراغ بخش آخر صحبتامون در مورد خودشناسی و عزت نفس، بذارید بهتون بگم که خیلی مواقع ما اعتماد به نفس نداریم یا اعتماد به نفسمون میاد پایین چون سطح اضطراب و استرسمون میره بالا. من به عنوان یه فوتبالیست باید بلد باشم استرس خودم رو مدیریت بکنم. توی قسمت‌های بعدی حتما در مورد استرس هم براتون صحبت میکنم که استرس چیه، چطوری باید بهش بپردازیم و اصلا چطوری میشه یه استرسی که منفیه رو سازنده کرد و ازش به بهترین شکل استفاده کرد. اینا رو حتما تو قسمت بعدی بهتون میگم. علاوه بر راهکارهای تقویت اعتماد به نفس، پس باید بدونید تمرکز، تعهد، تلاش و کنترل استرس هم کمک میکنه که اعتماد به نفس شما همیشه تنظیم بمونه. خودشناسی این نیستش که بچه‌ها من بدونم به چه رنگی علاقه دارم، کدوم شهر رو دوست دارم، با کیا میتونم مثلا برم بیرون تفریح کنم. نه، اینا علایق و سلایقه. خودشناسی که اتفاقا توی فصل آخر این دوره میخوام بهش خیلی جدی بپردازم، یعنی این که من واقعا آیا خودم رو میشناسم، شرایط موجود زندگیمو میدونم، آیا این هدفی که گذاشتم، این برنامه‌ای که چیدم مال منه، این آرزوها و رویاهایی که تو سرم هست واقعا در حد توانایی‌های من هست یا نه. ما خیلی از بازیکنامون از این که خودشناسی ندارن دارن رنج میبرن. باعث میشه که استعداداشون بسوزه، باعث میشه که اصلا توانایی نداشته باشن خودشون رو توی موقعیت‌هایی که لازم گل بزنن نشون بدن.
منظورم از گل زدن فقط تو زمین نیست. ما تو زندگی باید بتونیم گل بزنیم. کسایی میتونن تو زندگی گل بزنن و به هدف برسن و موفق باشن که واقعا خودشونو باور داشته باشن، خودشونو بشناسن. بذارید یه مثال از خودشناسی بزنم. یه ماهی رو تصور بکنید که آرزو داره بره بالای درخت. امکانش هست؟ معلومه که نه. حالا شاید هدفش خیلی هدف خوبی باشه. شاید بریم بهترین معلم درخت نوردی، مربی خصوصی، چه میدونم، بریم براش بهترین پزشک تغذیه رو بگیریم، هر روزم تمرین بکنه. کجا؟ توی آب بره بالا درخت. میبینید اون ماهی باید دریای خودش رو بشناسه، پیدا بکنه. وقتی دریاشو شناخت باید بره توی دریاش، حالا تجربه، تکرار و تمام اون چیزهایی که گفتیم رو انجام بده. عدم خودشناسی باعث میشه که شما یه مسیری رو نه تنها اشتباه برید بلکه تباه بشید. امروزه توی همین فضای مجازی، توی تمام رسانه ها اینور اونور، داریم میبینیم که میلیون ها بازیکن هستن آرزو دارن که مثلا مسی و رونالدو بشن. خیلی هاشون شرایطشو ندارن، خیلی هاشون امکاناتشو ندارن، خیلی هاشون پستشون اشتباهه، خیلی هاشون اصلا تواناییشون رو نمیدونن، خیلی هاشون هر روز برای بدنسازی هزینه میکنن ولی برای فرمانده بدنشون یعنی مغزشون هیچ گونه هزینه‌ای نمیکنن و برنامه‌ای ندارن. مشخصه همچین آدم‌هایی عزت نفس پایینی دارن. شنیدید کلمه عزت نفسو؟ عزت نفس یعنی این که من چقدر در وجود خودم حس ارزشمند بودن دارم. وقتی تو خودت رو دوست نداشته باشی با خودت بد صحبت میکنی و وقتی با خودت بد صحبت بکنی درون زمین، درون تمرین، درون زندگیت دائما ازت رفتارهایی سر میزنه که تو رو به هیچ عنوان به موفقیت نزدیک نمیکنه. فرق عزت نفس با اعتماد به نفس رو اینجا میخوام بهتون بگم. اعتماد به نفس مربوط میشه به اجرا، یعنی آیا من اعتماد به نفس زدن این شوتو دارم، اعتماد به نفس این سانتو دارم یا نه. ولی عزت نفس برمیگرده به درونت، به اینکه چقدر با خودت در صلحی، چقدر خودتو دوست داری، چقدر خودتو میشناسی، چقدر با خودت صادقی، دروغ به خودت نمیگی، خودتو فریب نمیدی. نمیدونی طی این سالهایی که دارم توی فوتبال کار میکنم چقدر بازیکن به من مراجعه کرده و متوجه شدم که نه تنها خودشو نمیشناسه که در توهمات اشتباه خودش برای خودش برنامه‌ریزی اشتباه هم کرده. و وقتی من واقعیت رو بهش میگم اون وقت اون بازیکن میگه که من یه روزی به رویام میرسم و همین شما باید بیایید برای من دست بزنید. اینا جملات انگیزشی زرده. اینا جملاتیه که اصلاً و ابداً مناسب هر فردی نیست. شما نسخه پیشرفت خودتو باید بنویسی. توی این دوره من کمکت میکنم که حداقل نسخه مسیر پیشرفت خودتو بشناسی.